چند پس هنرمندان تئاتر تجربوی جوانی به نام محمد جان قاسموف در فروم بین‌المللی کارگردان‌های جوان شرکت ورزیدند و در همین فروم توانستند که شرف تئاتر تاجیک را بالا بردارند. در فروم مذکور هنرمندان تئاتر اهارون نمایشنامه تعبیر عشق جاویدان امینزاده را پیشنهاد کردند که یک کارگردان جوان موفق است و در میان 17 کشور دنیا این نمایش موقع خاصه را گرفت و توجه حکمان را جلب کرد و صاحب دیپلم‌های خاصه نیز شد. حالا در رپرتوار تئاتر اهارون نمایش‌های دیگر نیز جمع شده است و باید یادآور شویم که تئاتر اهارون در زمان استقلالیت توانسته است که شرف تئاتر تاجیک را در عرصه بین‌المللی بارها بالا بردارد. خاصه با نمایش‌های مشهور خود، یکی از این نمایش‌ها نمایشنامه دجال است که تازه به رپرتوار تئاتر وارد گردیده است و این نمایش یک زمان از جانب کارگردان معروف فرخ قاسموف تهیه شده بود و حالا در رپرتوار تئاتر نمایش‌های اسفندیار، مکبت، عشق و قربانی‌هایش، فریدون، شاهزاده خرد، جز سخن گنج مگو و وطنداری جای داده شده است و خلاص همین گونه نمایش‌های معروف در اینجا تهیه می‌شوند. دوستان عزیز، حالا ما با تئاتر مذکور آمدیم، حالا در صحنه تئاتر مذکور قرار داریم و اومدیم که داخل تئاتر بشویم و شما رو با فضای داخل تئاتر آشنا کنیم و ببینیم که در پس پرده چی میگذرد. رفتیم. بچه‌ها سپاس، دم گیرتون. سلام، خیلی جالب بود. خوب هستید؟ شما در خیر رفت. شما سلامت باشید. نه بچه. جامعه باشید. کمی جمعه پوشیم کن. گفتی گفت ملی. خب بهتری. این چی بود که من در اومدگاه تئاتر دیدم؟ ما عادتاً وقتی کارگاه میرویم، کارگاه ما آرام است، آسوده حرکت میکنیم. عاشقا این راست گپ تعمیر هر روزه است که صبحانه 10 دقیقه همین گونه یک با قول روسا زرد که میگویند گرم شوی. بله این رقص سمو بود. الیمنت های رقص سما است و این گونه غزل های کلاسیک های خلق تاجیک و نمایشنامه غزل های تا اینکه تکرار شوند
فراموش نشوند. خب همین تئاتر اهورون یک مدلی تئاتر تاجیک است. یک قالبی هست که در هیچ جای دنیا نیست و همین گونه قالب تنها در تاجیکستان است. خب میشه یک کمی درباره همین قالب تئاتر، درباره فضای تئاتر، درباره نمایشنامه‌ای که هست برای یک معلومات عمومی برای بیننده میگویند تئاتر ما رو تئاتر ملی میگویند. با قول دیگرها من از این سخن‌ها افتخار میکنم واسه گپ، چون شاید درست این شیوه استاد فاروق قاسم است که در تئاتر تاجیک مثال همین نظم تاجیک رو زمانی که استاد فاروق قاسموف روی صحنه آمدند دست به مولانا زدند. واسه گپ اون زمان‌ها کم در دوره شوروی کم رو به مولانا می آوردند و به کلاسیک‌های تاجیک اینچنین اونا جرأت کردند و گمان میکنم این شیوه یک احساس ملی رو داده است به تماشابینی که وقتی ما میبیند میگه تئاتر ملی. و این چرخ و سمام البته که از ادبیات ما است، از ادبیات هزار ساله ما است که مثلا در وادی اون رمز، تصوف، میگن صوفیسم از همونجا گرفته شده است. وقتی بچه‌ها تمرین میکردن چرخ میزدن من با همون ایموشن اونها با چهره اونها اهمیت دادم، یک فرو رفته بودن. همین گونه عادت میکنن چگونه است؟ با همون رقص خود با همون حالت خود فرو رفته بودن. وقتی درست است چون از سببی که هر روز میشود این تمرین، این البته یک احساسی چی میگن احساسی سما را میگویند، این یک احساس روحانی است که مثال انسان به احساس داده می شود و شما خوب میدونید چگونه ادبیات ما خواننده رو احساس میکنه. این احساس است. و هدف برنامه ما این است که ما همین پشت صحنه تئاتر رو به بیننده نشون دهیم. بیننده میآید مثلا حالا چیزی که ما دیدیم نمیبیند و میرود در صحنه مینشیند و نمایش تیار را تماشا میکند، ولی برای آماده شدن یک نمایش تیار چی کارها در پس صحنه میگذارند. خوش این آغازش بود. جاویدان بیا اینجا. جاویدان امینزاده است. بله این یکی از هنرمندان جوان تئاتر است، شاگردان تئاتر که ایجادات خودش رو یک نمایشنامه نو گذاشته است، دست به کارگردانی زده است. کار اولش در آغاز برنامه گفتیم که در علامت‌ها نیز درست قید کرده. شرکت ورزید شرف تاجیکستان رو بالا برد. این نخستین نمایشنامه‌اش است. این نخستین نمایشنامه‌اش است. امروز به شما کمک می‌رساند. چه میگن یک خاصه اکسکورسیون. سلام. سلام علیکم. خوب هستی؟ بچه‌ها با یک نشان تئاتر. خیلی جامعه زیبا. سلامت باشید. باز شاید با شما. البته من با شما به حاضر میتونید روید. من پیش از آن شما رو مبارک میگویم برای سفرتون، برای معرفی تئاتر تاجیک در عرصه بین المللی. چگونه سفر بود؟ سفر اولین شما بود به فکرم. بله نه تنها سفر اولین من، سفر اولین یک چند هنرمندان جوان بودن. نمایشنامه‌ای که ما رو دعوت کردن به قزاقستان، یعنی این پنجمین فورم بود که در 3 سال یک مرتبه برگزار می‌گردد و جمع آمد کارگردان جوان بود بگیم، همین خیلی بود. و این نمایشنامه‌ای که ما پیشکش کردیم از روی اشعار جلال‌الدین بلخی و داستان لیلی و مجنون نظامی گنجوی روی صحنه آمده بر اساس داستان همین داستانه؟ بله اصلا سوژه ما خودمون آماده کردیم و از اشعار مولانا و خواجه حافظ، شیخ سعدی، از غزل‌های اونها و اینچنین از داستان لیلی و مجنون نظامی گنجوی گویم نمایش رو مکمل کردیم. خودتون جستجو کردید؟ بله درامای نمایشنامه رو خودتون ساختید؟ بله سوژه ما خودمون ساختیم و پای جستجوها باید گویم سخن‌های لازمه را از نظامی گنجوی و از روی اشعار کلاسیکان جمع‌آوری کرده. خیلی جالب است. مثلا یک نمایش رو می‌سازید، چقدر کتاب مطالعه بله چقدر شما داستان‌ها رو مطالعه کردید از گنجوی و از حافظ و مولانا، خلاص داستان‌های لیلی و مجنونی که تمامی شاعران ما نوشتن. خب کجا بردید ما؟ اینجا باشد گریمیورنی ما هنرمندان. بله مرحمت کنید. شما بفرمایید. خب شما اینجا مثلا در قول آرایش البته هر یک هنرمند باید پیش از آغاز نمایشنامه باید البته
یعنی گریم کرده بعد روی صحنه وارد، چون وقتی که در صحنه نورپردازی می شود، یعنی وقتی اگر گریم کرده باشیم چهره همون قدر زیباتر نمایان می شود. برای همین خب یا شما خودتون مثلا آرایش میکنید یا کسی به شما کمک میکنه آرایش کرده یا کسی خود کرده؟ ما خودمون یکدیگر رو آرایش میکنیم و گرمیورنی هم داریم. از دیپلمی که شما گرفتید همه جا هست؟ دیپلمی که از انا این دیپلمی که یعنی دیپلم بین‌المللی که در قزاقستان به من دادن. این اولین جایزه شما، اولین دیپلم شما به حیث کارگردان در عرصه بین‌المللی است؟ بله، در عرصه بین‌المللی است و نگفتن آمد این نمایشنامه‌ای که یعنی با این نمایشنامه به قزاقستان سفر کردیم. سال 2023 در جشنواره پرستو 2023 هم شرکت ورزیدگی بود و جایزه مخصوصی اعضای اکمان رو هم نصیب گردیده بود. خب مبارک شد. تئاتر ما سبکش گویم سبک نظمی است. نمایشنامه‌ای که گویم طول چندین سال پیش استاد فاروق قاسمی روی صحنه آورده بودند. از من نمایشنامه دجال، اسفندیار اینا همش به شکل نظم روی صحنه بود. و همین مکتب ادامه یافت نه؟ می‌بینید مثلا بچه‌های جوانی که در همین تئاتر کار میکنن همین مکتب رو ادامه میدن. بله ما هم پیروی از استاد فاروق قاسمی معلم از سبوات قاسمی که روشون شاد باشند از اونها پیروی کرده و این نمایشنامه تعبیر عشقی که یعنی روی صحنه گذاشتیم این هم سبک خاصه انا همین تئاتر است. ادامه همین مکتب. بله. اینجا داری بسته چی است؟ اینجا اجازه است رو البته مرحمت کنید. خب اینجا چیزی تعمیر می‌رود نه؟ اینجا الکای گویم قریب که آماده شده است حالا مونده است تعمیرش. استودیوی ثبت آواز است. بله به نزدیکی گویم در می‌خواستیم در همین تئاتر هم یک استودیوی داشته باشیم که هنرمندان خودشون با دیگر جا مراجعه نکنند، در همین داخل شرایط مهیا کنیم و صداها رو ثبت کنیم. خیلی خوب. یعنی پیشرفت تئاتر. بله. من حاضر بند هستم، تمرین دارم همراه بچه‌ها. شما رو با عزیزای فیضعلی میسپارم، اون کس شما رو راهنمایی میکنن. هنرمند همین تئاتر طول 10 سال زیاد شده همینجا فعالیت میکنن. ما با تمرین میرویم شما برای از همین در کدام نمایش رو دیدم؟ این تخت از نمایشنامه شاهزاده خور بود که هنرپیشه خلقی تاجیکستان سبوات قاسمی و این نمایشنامه رو آنتوان د سنت اگزوپری از نویسنده‌های معروف دنیا. بله. خیلی جالب. عجیب. خب اینجا پردازگاه هست دختران اینجا. خب عزیزا بانو اجازه است ما داریم؟ بله مرحمت. سلام. سلام. خبر نرسونده. بله. خب عزیزا بانو نباشد راهنمایی کن میهمان‌ها رو. من با تمرین. اینجا پردازگاه دختران هست. بله. خودتون پرداز بکنید. بله. من فکر میکنم که دیگر زنها برای پرداز کردن خیلی مهم است. نیاز ندارن به پرداز. نه. خب کجا میبرند ما رو؟ ما میرویم طرف. مرحبا. مرحبا شما. عجیب. این از نمایشنامه اسفندیار. بله از نمایشنامه اسفندیار است. این رو مخصوص استوها میسازن؟ البته مخصوص استوها هستند که در این تئاتر ما که این رکویزیت‌ها را برای ما میسازند برای هر یک نمایشنامه های ما. خیلی عجیب. اینجا هم میشه؟ البته اینجا جای خوراک‌های نصفی روزی ما است که رهبریت تئاتر خیلی غمخواری کرده اینجا رو برای ما ساخته است. ما خوراک‌های نصفی روزی را در اینجا می‌خوریم تا اینکه بیرون نرفته فکر هنرمندان پریشان نشوند. خب بالا که بیرون رفته موشین از بردم‌ها البته در البته اینا صحنه ها هستند دکوراسیون صحنه. البته این یک قسمش است. البته یک قسم است. ما قسم دیگر هست که در دیگر جا است. البته خیلی زیاد هستند از نمایشنامه ها. اینا مخصوص استوهای هستند که برای نمایش هستند. البته. بعد رسام شما کی هستند؟ مثلا وقتی یک نمایش میخواهید که روی صحنه بیارید حتما که با رسام کارگردان صحبت میکنید. البته حالا که تئاتر ما رسام ندارد کارگردانان خودشون رسام هستند. در اینجا همه کارگردانای ما خودشون رسامی میکنند. البته اینجا جای لباسای ما. لباسا اینجا. البته لباسای نمایش رو. خب لباسای تمام نمایشنامه ها همینجا هست. البته همشون در همینجا هستند.
اجازه است؟ البته چرا نه. یس کدام نمایش؟ این از نمایشنامه اسفندیار. اسفندیار است. البته از روی شاهنامه ابوالقاسم کی میدوزد؟ این رو ما مخصوص دوزنده هستند که خرید میکنیم اینجا. نه البته دعوت میکنیم لباسا رو میدوزن. تر ایده همش از البته تر ایده البته از جانبی کارگردان. اینم از اون نمایش البته من شما رو میخواستم با کارگران نمایش شناس کنم. البته این کس اپای مهینه هستن، مدیر رکویزیتا هستن. این کس اپای نزاکت، مدیر لباسا. مونده نباشه. شما لباسای خودتون هست از اینجا نمایش؟ البته هستم. خب کدام؟ میشود دیدن؟ البته انا این از نمایشنامه ترتیف است. ترتیف. اینجا کدام نقش شما بازی میکنید؟ من در اونجا نقشی درینه، یعنی دویای دخترک رو بازی میکردم. با هستن اینجا نمایشنامه امتیان من بازی کرده بودم. کجا هست دیگر از میانی قدر لباسا؟ البته هست اینجا انا از نمایشنامه نادیره. بیاید من کمک کنم. این قدر لباس زیبا است. البته این از نمایشنامه امتیان است. امتیان است. فیض الله انصاری. واقعا البته شما درست میگید. خیلی لباس زیبا. با هست لباسا اینجا زیادن. من در نمایش‌های زیادم بازی کردم. البته هست از نمایشنامه نادیره هست. البته از نمایشنامه این از نمایشنامه همسایه. همسایه. البته این از نمایشنامه همسایه. البته انتون پاکچخ. مرحمت. سلامت باشید، در روی کار باشید. حاضر باشد من شما رو به اتاق تمرین صدا میبرم. شما باز در یک اتاق علایده صدا هم تمرین میکنید؟ البته چرا نه؟ تمرین آواز چگونه جریان میگیره؟ البته من میخوام که ما خاموش باشیم و خلل نرسونیم به خاموشی در وقت تمرین البته خاموش باشید؟ البته چرا نه؟ آروم می‌دارید؟ البته مرحبا. شما دارید. شبی صوبت غریمت دادی خوشی بیستان شبی صوبت غریمت دادی خوشی بیستان کی محتاب دل افروز است و ترفی لا لزار خوش ترفی لالازاری خوش. آفرین بچه‌ها. من فکر می‌کردم که شما فقط بازیگر هستید در صحنه نقش می‌آفرید، ولی خیلی صدای زیبا دارید، خیلی خوب آوازخوانی می‌کنید. تمرین‌های آواز هم میگن صورت میگیره، یعنی با خواندن سرود. هر چیزی که می‌بینید. بله. بچه‌ها در برابر اون که یک نمونه تئاتر کلاسیکی رو پیشنهاد می‌کنن، همچنین مثلا با سازهای موسیقی معاصر، با سرودهای معاصر آشنا هستند. هنرمندای ما همه طرفه هستند. خوش خلال نمیرسونیم بچه‌ها با میتونیم صحنه رویم بچه‌ها شما با حضور کار کنید. بله خوش چقدر بود؟ خیلی جالب بود چون برای یک ما در آغاز برنامه هم گفتم که وقتی ما میایم یک نمایش تیار رو تماشا میکنیم در نظر ما خیلی کاری ساده می‌نماید ولی فکر میکنم که پس پرده برای آماده شدن یک نمایش خیلی زحمت زیاد صرف می‌شود. این عکس‌ها عکس‌های خیلی جالب هستند و اونهایی که در تئاتر کار کرده بودند درست خیلی چهره‌های آشنایی راستی گپ در این عکس‌ها در طول 25-30 سال فعالیت تئاتر سه استودیو به وای رسیده است. سه نسل به وای رسیده است. همین سه نسل عکس‌هاش در همینجا هستند. واقعا سه نسل بی‌نظیر رو تئاتر تربیت کرد. بله. سه نسل که امروز مثلا تئاتر تاجیک رو پیش میبرند، امروز در صحنه تئاتر تاجیک هستند. درست است. خیلی ماندگار میکنند. تمام شاگردای تئاتر اصلا تمام تئاتر رو با فعالیت دوران کار کرده ایستادن. شروع میکنم از استاد قربان صابیر، عبدالمین شریفی، سهراب جنجال، خورشید مصطفی این نسل دوم علاقه بله چون اونجا جنجالوف گفتید برای اونقدر با هم نسل دوم هستند. بله همدان بیکوف نسل سوم خیلی نسل علاقه نسل چهارم هست. نسل اکن شما از اخی گیریم اگر نسل چهارم علاقه تربیت می‌رد. بله چهارم از همراه ما است. خب اینجا صحنه وارد شاید مرحمت جای مقدس تئاتر خیلی جای مهم.
درد من است، از درد من است، سینه‌اش داغ. از یاد من است، از یاد من است، جگرش داغ. افزای یارم آزاد کنش زی سخت جانی، آباد کنش از سخت رانی. کفایه بچه ها کمتر دم گیریتون. بچه ها نور گیران کنید. خوش چه بود؟ خوب یک ساعت جالب هم داشتیم با تئاتر و سلامت باشی. با محیط ایجادی تئاتر آشنا شدیم. من یک محیط تفاوت داشت. درست است. داشت که جوانان هستند ولی خیلی خواهش دارند و همین تئاتر اهارم خاصه در زمان استقلال چقدر خدمت‌های شایان کرد. ما نمایش‌های تئاتر مذکور را در کشورهای پیشرفته دیدیم که چقدر توانستن که هم روح تئاتر تاجیک را معرفی کنند. درست است. چون تأسیسگر تئاتر استاد فاروق قاسم همراه معلم سباعت قاسم و این تئاتر را تأسیس دادن و زمان اوج ایجادیات استاد فاروق قاسم یک تأثیری بوم لرزشی بود در فرهنگ تاجیک و گمان میکنم در جهان و درست و با این لرزش تمام دنیا رو گشتن تئاتر. و امروز هم ادامه دارد. می‌بینیم که بچه‌ها که همین راه رو ادامه میدن، سفرها میروند و در همین نمایش بعضی بچه‌ها بودن که اولین بار به سفر خارجی همچون مثلا هنرمند رفتن. درست قید کردید. به نزدیکی تئاتر سفری هنری داشت به دولت قزاقستان شهر الماتو با نمایشنامه‌ای که حاضر تمرینش رو تماشا کردید. در اونجا فورم بین المللی کارگردان‌های جوان بود که با استعدادی بین المللی تشکیل شده است و دعوت شده است. ما رفت اشتراک کردیم با سری بلند. راست دیگه میتونم بگم تمام تماشابین تاثیر خود را گذاشتیم، چون وقتی که میگویند شیوه تئاتر ما یا که شیوه تئاتر اهارون یا که میگویند استاد فاروق قاسم همین لرزش درست است. همین مکتب یک احساسی دارد که تماشابین که از فرض کردیم جمهوری بیرون است براش یک چیزی نو است و چیزی نو البته که تاثیر بخش است آدم با. شاید ما گیردید ما بین خودمون مثال زیاد میبینیم و این چیزا احساسش تاثیرش شاید کمتر باشد، اما در بیرون عجیب است که یک احساسی با وجه می درآورد و خودی تماشابینم مانند که ما برای اونو یک معجزه نشان دادیم. این گونه هنرمند خودش در صحنه حس میکنه اونجا. این شیوه این مکتب این چیزا میده. خب در درآمدگاه ما یک استودیو دیدیم، اونجا استودیو ثبت آواز درست کرده است. درست. کاری تمرینش به پایان میرسه. سیرای آشکار کرده. البته این سر نیست از چون زمانه عصر 21 ترقی یافته است. گمان میکنم تئاتر هم باید دست به سینما زند، چون یک روندی نو است. اکنون راستی که در این تجربه نو نیست. در اروپا و خودی من دولت همسایه ازبکستان هست تئاتری که هم کینو میکند و هم در صحنه نمایشنامه میماند. ما هم این چیز به نیاز داریم. البته که در عصر 21 با ویدیو سر کار نکردن نمی شود و گمان میکنم این نمایشنامه با شیوه مثال با واسطه اینترنت و نوار کرده مثال هنرمندای آشکار کردن روشن کردن البته یک شیوه خودش نیاز دارد. گمان میکنم شاید یک شکلی نو می شود. ما آماده ایم باید موافق جور شویم. از این لحاظ البته این نه فقط این است و بلکه دیگر هنرمندای ما هم مثال در استودیو مثال یک تجربه است
دوبلاژ میگوین این چیز را میگیرن و تجربه خود کینو هم مثال در ثبت آواز و این گونه داکومنتری فیلم ها کسی جوانایی که میخواهد مثال دست زند چون حاضر توجه به تئاتر مثال همه توجه به کینو کرده ایستادن و از این لحاظ تئاتر شاید در نظر کسی قفا مانده ایستاده است اما ما هر دیگه یک تکر شدیم که تا اینکه همون کارگر تئاتر هم با کینو دست زند. بله خیلی عالی. خب نمایش‌های نو چی است؟ چی نمایش‌ها رو روی دست دارید؟ در نقشه می‌خواستم سپاس برای سوالتون می‌خواستم نقشه‌های تئاتر رو بیان کنم. حاضر کارگردان دعوت کردگیم گلچهره نعیم و اونا دست دادن به پوشکین اثر یوگنی انیکین. اونا ترجمهش با نظم است تاجیکی. این بسیار پسند است برای من چون وقتی یکم بار من خواندم من پیسه من با پیشنهاد کردم من گمان میکردم که پیسه ترجمه اون با نظم نیست در ما بعد فهمیدم که نظمش بوده است و وقتی که من خواندم البته که پوشکین یک بزرگ یک شخصیت است که مثال همه ما حلاوت میبریم و اون شخصیت در زبان تاجیکی شیوه شیرین خودمون شنیدن گمان میکنم برای تماشابین یک جالبیت خاص خودش هم میده. از بالای نمایشنامه نو کار میکنیم. نمایشنامه دراماتورگ شمسی قاسم است از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی تخمینه و کارگردانش مظفر شریفی دست زده ایستاده است مانند جاویدان. کارگردان ما میخواهد با یک هنرمند خارجه همکاری کند از فرانسه است اون که است حاضر صحبت رفته ایستاده. امید داریم شاید در آینده نمایشنامه تخمینه با یک هنرمند بیرون با اشتراک یک هنرمند خارجی. بله این هم یک جالب ما از اون چیزی میگیریم اون چیزی علمی میگیره. تشکر زیاد خیلی جالب بود. سلامت باشید. تشکر به شما که به این گونه هنر و به این گونه فرهنگ شد دست دادید ما آشکار کردید به تماشابین خود و تماشابینان شما و میخوام مرحمت کنم به تئاتر ما تئاتر محمد جان قاسم. اگر کسی میخواهد نور به قلب دریافت کند مرحمت به تئاتر اهورام. تشکر زیاد. سپاس به شما خیلی سپاس و ما آرزو داریم که تئاتر اهورام باز هم در جهان همین سبک تئاتر تاجیک رو معرفی میکند و سلامت باشید. باز بیننده خارجی رو به حیرت میگذارد. سلامت باشید. برای کارش بگو. زنده باشید. سلامت باشید. میرویم. بچه‌ها شما میتونید کار سر کنید. تو را جای شده سر روان در دل من هیچ کس می نپسندم که بجای تو بود. خوش بود نامه دل سوختگان تسلیده خوصه دردی که با امیدی به روی تو بود. خوصه دردی که با امیدی به روی تو بود.